مال خانه را با همسایه یا خویش قومیت شوهر یا از خودش تقسیم میکند. در این زن البته گناهکار است. حتی رسول اکرم میگوید در دیگر حدیث ها که لا یحل لامرأة ان تطعم من بیته الا باذنه فان اطعمت بغیر اذنه کان علیها الوزر وله الاجر. اگر زن در خانه طعام بپزد یا اینکه چندین نفرها را در خاندان شوهر فریاد زند از زنها، لیکن شوهر درک ندارد، در این خیر احسان کردگی زن گناهکار می شود و ثواب اون خیر احسان پیغمبر خدا گفتند در نامه اعمال شوهر نویسانده می شود. یعنی زنها هیچگاه حقوق ندارند حتی سوزن را از خانه به اجازت شوهر با کسی دهند. باید هر کاری که میکنن با اجازت